يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه نسیم رحمت. همونطوری که دوستان در جریان هستند، از چند روز به این طرف موضوعات برنامه نسیم رحمت موضوعات قرآنی است. در مورد توحید، رسالت و تذکیر در قرآن کریم صحبت هایی داشتیم. همچنین در مورد قرآن کریم و اینکه الله سبحانه و تعالی این کتاب آسمانی، این معجزه جاویدان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را برای هدایت همه بشریت تا روز قیامت برای ما فرستاده است و بهترین دستور زندگی و قانون نجات بخش بشر است. در برنامه امروز می‌خوایم در مورد تاریخ در قرآن کریم صحبت بکنیم. همونطوری که می‌دانید تاریخ یکی از موضوعات مهمی برای بشر است. تاریخ برای پند و اندرز گرفتن است. تاریخ برای این است که ما از سرگذشت گذشتگان خود عبرت بگیریم. با این موضوع هم در خدمت جناب حضرت مولانا عبدالسلام عابد هستیم و از ایشان میشنویم اهمیت تاریخ و تاریخ در قرآن کریم را. جناب مولانا، به برنامه خودتان خوش آمدیم. تشکر. اهلا و سهلا. اهلا و مرحبا بكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. استاد بزرگوار، تاریخ یکی از بخشای مهم قرآن کریم است. تعداد از علما خود سوم حصه قرآن کریم را به این اختصاص میدهند، ولی اگر بحث تفکر و تعقل قضیه را که در هر جایی به شکل آمده ای را جدا بگذاریم و کوچک کوچک تعبیر شده ای را سربسته که تعبیر شده ای را که کنار بگذاریم، گفته میتونیم که چهارم حصه قرآن کریم قطعا تاریخ است. ماشاءالله. و واضح است که تاریخ علمی است که از سرگذشت اقوام گذشته بحث میکنه. بله. بعد میبینیم که در یک زمان تاریخ خشک مطالعه میشد و از این خاطر که کدام بحثی روی کرد سرزی مطرح نمی کردن، یک گروه آمدن گفتن که تاریخ در حقیقت امو جمعواری اکاذیب گذشتگان است که به ما داده شده به نام اساطیر الاولین. اساطیر الاولین است. را کنار بگذارن، از این چیز ساخته نمیشد. درست. قرآن کریم قضیه را رد میکنه و تاریخ را به تعبیر علما امروز بگویم به عنوان فلسفه تاریخ مطرح میکنه. درست. یعنی قرآن کتاب است که علم فلسفه تاریخ را به شکل به ما مطرح میکنه که ابن خلدون رحمت الله علیه در مقدمش با زیر زیبا تحلیل کرده است. درست. و زیبا و معرفی گرفته است. از این خاطر گفته میتونیم که تاریخ به معنای فلسفیش علمی است که از احوال گذشتگان برای ما بحث میکنه تا آنچه که سبب رفعت شأن گذشتگان شده، او صفات و او امتیازات را در امروز در جامعه خود و در وجود خود و نسل خود او را تنظیم بکنیم، او را تقویت ببخشیم تا که او مردم گذشته به رفعت شأن رسیدن و جایگاه مطرح کردن، این امت امروز هم به امو برسد. درست. و اسباب و عواملی که سبب سقوط مردم گذشته شده و آنها را شکستانده و به انحطاط گراییده، اون اسباب و امو عوامل و علت را از خود دور بکنیم، از نسل‌های خود دور بکنیم تا ما بتانیم به شکوفایی واقعی دست پیدا بکنیم.
پس قرآن اولین کتابی است که همچون یک قضیه را بر ما مطرح میکنه و بسیار واضح و روشن این قضیه را برای ما پیشکش میکنه و سیر تاریخی را به یک شکل بسیار زیبایی مطرح میکنه. یک بار میبینیم که قرآن کریم ما را امر میکنه قل سیروا فی الارض، شما یک بار در زمین بگردین و کاوش بکنین، تحقیق بکنین که مردمانی که از شما پیشتر شدن اونها از کو بر خود خانه ساختن، سنگ را تراش کردن، از نظر جسمانی شما قوی تر بودن، از نظر مادیات شما که قوی تر بودن، چه شدن اون مردم؟ یا فقط یادگارهایشان مانده، از خود یک یادگار خوب بگذاریم برای خود. یگان بار به معنای استفهام مطرح میکنه مطالعه تاریخ را که در اصلش پس امر به ایچی میکنه، به خواندن تاریخ میکنه. افلم یسیروا فی الارض، افلم یسیروا، آیا در زمین نرفتن، کافش رو تحقیق نکردن؟ یعنی بین فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل، تا میدیدن به چشم سر عیان که آخر انجام مردمای گذشته چی شد. اگر مخالفت با حقایق کردن کجا رفت؟ درست. یک حق است او را تسلیم نشده، چه تو سقوط کردن و به طرف بدبختی رفتن. اگر در پهلوی حق ایستاده شدن چه زیبایی را برای خود و برای نسل آینده خود او را نوشته کردن و تثبیت کردن. روی اساس فلسفه تاریخ در حقیقت قرآن است که او را مطرح میکنه. هیچ کس بیش از قرآن کریم قضیه را مطرح نکرده و این غربی ها که یکان با دستینی خود میزنن که ما در حقیقت فلسفه تاریخ را زنده کردیم یا نمیدانم کی را عنوان میکنه که این بنیانگذار فلسفه تاریخ است. اگر به معنای کل بگیریم میگم قرآن کریم این علم را در حقیقت به ما و معرفی گرفته است، زیرا در هر داستانی که مطرح میکنه و داخلش میگه لعلکم تتفکرون تعقلون این موضوع را میده. و اگر به عنوان یک علم زیبا مطرحش میکنیم پس مقدمه ابن خلدون که به تاریخش نوشته شده به بهترین وجه بنیانگذاری از این علم فلسفه تاریخ است. اگر تو یک برویم که تاریخ به عنوان یک علم سه حالت داره، یعنی روش‌های به اصطلاح تاریخ نگاری را اگر تحلیل بکنیم، یک حالتش است که بحث روایتی است، یعنی تاریخ نگار فقط روایات را جمع میکنه، بعد صدد از این نیست که از این چی برداشت ها تنظیم شود، یا صدد از این نیست که این روایت با این روایت در تضاد است، یا صدد از این نیست که این روایت قوی است این روایت ضعیف است. کاری که مثلا امام طبری کرد. بله و جمعش میکنه همه هر چی که شنیدن در کتاب درج کردن، روایت مختلف را در یک حادثه و یک واقعه تاریخی را با روایت مختلف جمع میکنه بدون در نظر گرفتن نتیجه است. این یک روشی است کسایی که این کار را کردن ابن ابان ابن عثمان است، شرحبیل ابن سعد و امام زهری است، اینا این کار کردن. درست. ولی کسی که به شکل زیبا در این میدان باز همت گذاشته یقینا که امام ابن جریر طبری رحمت الله علیه است که او باز بیخی مکمل به عنوان یک کتاب بسیار بلندی را آورده است. بنابراین ابن جریر طبری در این بحث نکرده که این روایت چطور است، این روایت همین چیزی که بود جمعش کرده و به عنوان یک انسان امانتکار این را گذاشته. جالب است که در مقدمه میره ذکر میکنه که میگه من جمع کردم اما صحت و سقمش دیگه به دوش کسایی است که تحقیق بکنن. سبحان الله. یعنی از این خاطر ما میگیم که تاریخ جریر طبری را به عنوان یک سند کسی راه نکنه مگر اینکه کاری که دشمنای اهل سنت میکنن. بله در مجموع یگان چیزا را میگم، مثلا چی دشمن اهل سنت، چی دشمن مسلمان. بله. یگان قصه را میگه چرا اینطور است، حالی امور روایت را جمع کرده بعد تحلیلش رو خب بعضا ما گذاشته. درست. و نمیفهمم که اسم یادو مورخ از یادم رفته، الحمدلله باز تاریخ ابن جریر طبری را تحلیل کرده و تمام روایت های ضعیفش کنار گذاشته، صحیحش یک جای گرفته و چیزی که ضعیف است و صحیح نیست و دروغ است او را جدا کرده. درست. این کار در تاریخ ابن جریر طبری شده.
یقینا که محمد بن جریر طبری رحمت الله علیه از جمله شخصیت های عادی نبوده. درست. هم از نظر علمیش که ببینیم یک مجتهد مطلق بود، صاحب مذهب بود. اگر از نظر تفسیرش بگیریم کل مفسرین کرام دسترخوان از او جمع میکنند. یعنی اولین کسی است که تفسیر مأثور را به شکل بسیار زیبایی برای ما شما مطرح کرده. تاریخ را هم به می شکل جمع کرده. درست. حالا دیگه تحلیل است دیگه بزمه اهل. یعنی دقیقاً همون کاری که علمای حدیث با احادیث کردن همون کار میشه که با روایت های تاریخی کرد. قطعا. راویان بررسی کرد. بله کاملا. دوم روش در تاریخ نگاری روش ترکیبی است. درست. یعنی یک مورخ میخیزه که روایت های مختلف را جمع‌بندی میکنه، باز اون نقاطی که میخواه که او را در یک تحلیل در یک موضوع خاص و با ذهن واسع‌تر و دقیق‌تر او را مطرح میکنه، میتونه که از اون چیزی بگیره، از اون چیزی بگیره. مثلا ما شما یک چیز را نوشته میکنیم در کتاب و باز میگم که با تصرف. بله. یا با نگارش یا با تصرف. بنان نکته را خوردم. مثلا ما جمع کردم 2 ورق 3 ورق از یک مؤلف کتابش خواندم، او را خلاصه میکنم در نیم ورق، باز میگم دیگه تصرف کردیم. بنان امو الفاظ نیست. اینجا هم در روش ترکیبی همونطور است که جمع میکنه روایت های مختلف را و از خلال از او یک روایت سوم را پیشکش میکنه که به طبیعت از او جور است و او سرش باورمند است. در این روش ترکیبی طبیعی است که با مقایسه همه‌جانبه و سازگاری با واقعه قضیه را مطرح میکنه. در این باب کتاب فتوح البلدان یک کتاب زیبایی است که چنین کاری کرده. تاریخ الکامل ابن اثیر این چنین کاری کرده که واقعا میشه که یک کتابای زیبایی است در باب و تاریخ. سوم روش تحلیلی است. بله. که قضیه را روایت ها را جمع میکنه، از خلال از او باز تبیین میکنه و بررسی میکنه علل را. به عنوان یک درس برای ما ایره مطرح میکنه که تجارب امم ابو علی در یک کتاب زیبایی است. این 3 نوع نگارش است که ما داریم. از خلال از این تاریخ تحلیلی که گفتیم در حقیقت همون فلسفه تاریخ است و باز هم شاهکار در اینجا و ابتدا کسی که کار را کرده باز ابن خلدون است که در مقدمه‌اش موضوعات بسیار زیبا مطرح کرده است. استاد در کل اگر در قرآن کریم مراجعه بکنیم برای ما شما بسیار زیبا مطرح میکنه اهمیت تاریخ را. درست. و اما به خاطر از اینکه یعنی قضیه را نادیده نگیریم و میخوایم امروز در رابطه با 2 افرادی که قرآن را به عنوان یک انسانای بسیار بلند مطرح میکنه. یکی حنه بنت ناقوس همسر عمران است علیهم السلام. این میخوام که راوشه به این بحث بکن. دومش بلقیس است. تا برادرایی که به شکل کوچک میبینن برای خواهرای ما و قضیه تعلیمش کوچک میدانه و جایگاهش هم متاسفانه طوری که شایسته است درک نکردن و از یک طرف ادعای احترام میکنه، از طرف دیگری در رشد از اینها طوری که شایسته است قدم نمیگذارن. به اشکال مختلف با نتارش‌های مختلف سبب شکستاندن یک نصف پیکر جامعه میشن. از این خاطر لازم دیدیم که تاریخ به عنوان یک علم همه چیز ما را ثبت میکنه. درست. و نباید کار را بکنیم که صبح تاریخ سر ما امت نوشته کنه که اینی سبب سقوط نصف جامعه افغانستان شد و سبب سقوط ازی شد که یک دکتری نداریم، سبب سقوط ازی شد که یک مادری خوبی نداریم که تربیت بکنه، سبب سقوط ازی شد که دین در مقابل دین نصف پیکر جامعه استادگی بکنه و بگه که چه رقم دین است که حقوق ما را نمیده. من وقتی که قرآن تلاوت میشه استاد بسیار عجیب است. عمران کسی بود که امامت اصلاح بیت المقدس با خدا داشت. درست. در محراب او ایستاده میشد.
او در حقیقت قضیه وقتی که وفات میکنه کسی دیگری دیگه طبیعیست که همون مسند میشینه و نمازها و باب عبادتی همون شی را تنظیم میکنه. خانم عمران این حالته که میبینه غیرتش به جوش میخوره و میگه که خدایا این جای بلند نباید از خانواده ما دور شود، نباید از این میراث خودش ما باید بوده باشه. بنان به بسیار عاجزی قضیه را پیش خدا میگذاره و عجیب میگه اذ قالت امرأة عمران ربی اینی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی. یعنی عجیب عزیزان این حالت که میبینم میگه پروردگار من اینی نذرت لك ما فی بطنی، چیزی که در شکم است او را نظر کردم، تقدیمش کردم محرر، در حالی که از کل کار شخصی او آزاد است، خاص برای تو، خاص برای تو است. فتقبل منی، با تواضع و انکسار و عاجزی خدایی است بهش ما بپذیر. یعنی چیز عجیب با غیرته. انک انت السمیع العلیم، یقینه که تو نیک شنوا و دانا هستی، نیک شنوا هستی، پس برای تو قبول از این گپ سختی ندارد، ایره برم بپذیر. روزگار تیر می شود. فلما وضعتها، یک وقت که تفلک را بر زمین میگذارد میبینه که دختر است. با تمام بیچارگی می قالت، گفت ربی اینی وضعتها انثی، پروردگارم من دختر آوردم به دنیا، اینی وضعتها انثی، من خود دختر آوردم. بعد میگه که اگر دیگه آیت یک تعبیری عجیبی است، والله اعلم بما وضعت، خدا خوب میداند که چی را به زمین گذاشت. احترام با پروردگار. ولیس الذکر کالانثی، خدایا دختر خو مانند پسر نیست. بنابراین ما گفتم محررا، این خو آزاد است برای خدمت بیت المقدس، آزاد است برای رشد دین و ترقی دین و دعوت به سوی دین. ولیس الذکر کالانثی، خود دختر خو مانند پسر نیست. اما وقتا ما میگه پا بوده یعنی طبیعی است که استاد بعضی چیزا ما باید بفهمیم که یکی جنس است یکی نوع است. درست. دختر پسر از یک جنس است ولی نوع خود تفاوت میکنه. یعنی هیچ عقل قبول نمیکنه که بگم دختر یعنی بچه یعنی دختر. در جنس کلی مقول علی الكثيرين متفقین فی الحقائق مختلفین فی الاغراض. درست. حقیقت واحد است و غرض متفاوت است و نوع که است در حقیقت اوجا باز چی هم تغییر میخوره. یعنی خداوند بعضی از وظایف با در نظر گرفتن طبیعت جسمی و روحی زن به او سپرده. قطعا قطعا. بنانی واضح است. مثلا قضیه مادر بودن. یک پدر شاید یک دقیقه هم تحمل نکنه و وضعیت را که مادر 24 ساعت در خانه تحمل میکنه. واضح است. یعنی ما نمیتونیم باور بکنیم که طفلک وقتی که آرام باشه خوشخوی باشه چطور ما شما قطعش با ما جلگیری ها نکن بگی دیگه حالت باز برای خود نمیگیریم. ساتیری همراهش میکنه وقتی که اگر پیشاب بکنه باز میگیم بگی بیزره باز رو اونجا مسپاریم. سبحان الله. او قدرت تحمل و حوصله و محبت و صبر که برای زن داده او رو خوب طبیعی که با ما هیچ ممکن نیست. از این خاطر مادر چی میگوید؟ من خود دختر به دنیا آوردم و الله میداند که چی را آورده. خب بس از این که بیچاره هست اما حالت خودم میگه که ولیس الذکر کالانثی، مرد مانند دختر نیست. و اینی سمیتها مریم، با این کل حالت ما نامگذاریش کردم به عنوان مریم که باز هم در خدمت خانه خدا بوده باشد. و اینی اعیذها بک، خدا ای را تقدیم میکن در حالی که تو ای را نگاه بداری و ذریه‌اش نگاه بداری من شیطان الرجیم، شیطان رانش. این وقتی که میگه که اینی وضعتها انثی، ما دختر به دنیا آوردم. این تعبیری که کردم والله اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی مقوله حنا است، یعنی خانم عمران. درست.
میشه که مقول امی ولیس الذکر کالانثی ایره مقوله الله متعال بدانه، نه مقوله مادر عمران، خانم عمران. پس تو میشه وقتی که گفت که فلما وضعتها، وقتی که به دنیا آورد و گذاشت سر زمین، قالت گفت رب اینی وضعتها انثی، پروردگار من خیر دختر به دنیا آوردم والله اعلم بوضعها. یک جمله که عزیز نیست، والله اعلم بما وضعت، الله بهتر میدانه با آنچه که زن به دنیا آورده. ولی مطلب چیست؟ ولیس الذکر کالانثی، هیچ مردی به این زن نمیرسد. سبحان الله، ببینید تعبیر درست. این چی گفت که خدای ما دختر به دنیا آوردن، این تعبیر چی میکنه؟ ولیس الذکر کالانثی، هیچ مردی به این زن نمیرسد. با واسه زن است همون مردای همون زمان. این جمله رو نسبت بدیم به الله سبحانه و الله متعال. مقوله دیگه چی نشد، درست. این جمله معترضه بود. ولیس الذکر کالانثی، مردی از همون زمان به این مریم نمیرسد. اما تو جایگاه و معرفت و خدمت و یک مقدمه برای تغییر عجیب دعوت، درست. ایره میگه. و اینی سمیتها مریم، باز مقوله خانم عمران است. و اینی سمیتها مریم، من ایره مسما کردم به عنوان مریم که خدمتگاره، یعنی بازم خدمتگار، با وصفه که تو نبوده باشه. و اینی اعیذها بک، ما ایره به تو مسپارم خدایا، و خانوادهش و ذریه‌اش به تو مسپارم که شیطان رجیم در این مداخله بکن. ولی فکر بکنید که یک تعبیری که بسیار عجیب و بلند است، که این زن با عزت و بلند پروا نتونست که تحمل بکنه که میراب شوهرش و کس دیگری بوده. از این خاطر آمد به این شکل، با اخلاص و با بیچارگیش به الله متعال مراجعه میکنه. خدا هم دعای از این رو قبول. بعد برش میگه که دختر آورد تشویش میکنه و برش گفته میشه که نه، مرد امو زمان هم به این زن نمیرسد، اما جایگاه بلند داره، اخلاصی تو چنان است که کل قواعد ظاهری شکست. درست. به حد وقتی که بی مریم میآید به دنیا و این حالت عجیبی است که قرآن کریم از تعبیر میکنه که حضرت زکریا علیه السلام وقتی که وارد محراب میشه میبینه که در خانهش میشه که در اوجه میوه هایی هست که مطابقت نداره با زمان. اینه که میگه که انا لکی هذا، این از کجا کردی؟ معجزه الهی. یعنی برش میگه هو من عند الله. این زکریا علیه السلام که یک رقم میشه دیگه از مادر مریم یاد میگیره به شکل عجیبی. قال ربی اینی وهن العظم منی و اشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. این هم میفهمه که یه اخلاص دعا بکنه بسیار گپ میشود. این شروع میکنه. حضرت زکریا علیه السلام میگه که رب اینی وهن العظم منی، استخوان هم دیگه به طرف سستی و پوسیدگی میرود، ریشم و مویای من سفید می شود و از طرف دیگری ولم اکن بدعائک رب شقیا. این هم میدانم که در دعا مرا بدبخت نمی سازی و نتیجه دعا را انشاءالله مرا میتی. و اینی خفت الموالی من ورایی، مردم زمان خودم مشناسم که بعد از چی کارهای خواد کردن. از این خاطر برای احقاق دعوت، مثل که خانم عمران برای ثبات از این امر از تو خواست و دعا کرد و تو برش چنین دختری دادی که در زمستان برش میوه تازه تابستان میه. بدن میگه که فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعله ربی راضیا. این دعا را در حقیقت به همون مشاهده عینی قبول دعای عمران تحلیل میکنه، خانم عمران. و خداوند متعال باز برش حضرت یحیی میدهد و ببینیم که باز بچه حضرت مریم به شکل خارق العاده در طفولیتش پیامبر، در حالی که هم انبیا علیهم السلام سن امو رشد خود سپری میکنن، 40 ساله که میشن از او بعد الله متعال برشان چی میده؟ پیامبری میکرد. در خلال 40 ساله هم بسیار با مشکلات سر و کار داشته میباشن، پخته میشن. ولی به دو نفر اختصاص جداگانه است.
قبل از اینکه به دنیا بیان این قضیه یک شکلی عجیب میشه. در طفل شیرخور هستن، جایگاهشان معلوم است، خداوند متعال برایشان نبوت میده. بنابراین اگر ما در همین تاریخ یک بار مطالعه بکنیم و این کمک به فلسفه تاریخ ببریم، شما فکر بکنید این داستان چقدر است. برای ما ایره میده که او مردم من حیث مسلمان همسر خو میگیرین، خو ای تو یک همسر رو بگیرین. از این خاطر رسول علیه السلام تنکح المرأة لأربع، غالبا طبیعت انسانی که هست میگه 4 صفت را ترجیح میدهد. اول مالش در نظر میگیره، حسنش در نظر میگیره، حسب و نسبش در نظر میگیره، یک تعدادی هم دینش در نظر میگیره. این سیر از غالبا مقدم میدانه. خب شما چی بکنین؟ فاظفر بذات الدین تربت یدک. این را ترجیح بده. اگر این را ترجیح دادی باز مثل که بن ناقوس اما تو یک جایگاه بلندی را برای خود کسب کرد به اساس امو تعهدی که با شوهر خود داشت. اما تو میشه که خانم خودت هم اما تو یک کسی شد. اما تو در تربیت فرزندش نه تنها که خودش تلاش میکنه و اینی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، تا جای خود تلاش میکنه ولی از طرف دیگر پروردگار تو به لطف کرمت ایره و خانواده از ایره و ذریه از ایره از سر شیطان نگاه بده. پس در انتخاب همسر انسان باید تلاش بکنه و باید تثبیت بکنه که کسی که میخوایم که همسر ما بوده باشه و زندگی همراهش بکنه و مادر اولادای ما بوده باشه، اینا چی کسی باید باشه؟ فاظفر بذات الدین، سرزی کامیابی حاصل کن. این در حقیقت یک درس ابتدایی بود که از این موضوع میرسه و قرآن کریم بر ما این را مطرح میکنه و جایگاه یک زن را معرفی میکنه که این زن چی جایگاه داره. ما تا هنوز داخل بحث بیبی مریم نشده که مریم داره کرد و تاریخی چی بود و زندگی نامیش چی بود، شاهکاری هایش چی بود. زن در تاریخ بشریت شد. دوم چیزی را که استاد میخوایم که از تاریخی که قرآن کریم برای ما شما میدهد، همه داستان حضرت سلیمان علیه السلام با بلقیس است. این هم یک داستان عجیبی است. من نمیفهمم اگر باید چی وقت میتون خب میشه که شروعش بکنیم. میشه که تکمیل بکنیم. تکمیلش بکنیم. بله. استاد قرآن کریم یک بخشی از داستان حضرت سلیمان علیه السلام داستان خیلی جالب است با بلقیس را حد نشد. احسن القصص. یقینا این رو بر ما ذکر میکنه و از همین خاطر که این موضوع بسیار مهم است، ما تا در قرآن کریم میبینیم که نامهای سوره ها نامهای تاریخی است. سبحان الله. یعنی وقتی که میگم سوره کهف در حقیقت یک داستان عظیمی را که قضایای بسیار عجیبی را برای ما میدهد، خصوصا به نسل جوان در اینجا میخوان به نام سوره قصص. داستان های عجیبی است که در اینجا مطرح. سوره لقمان داستان عجیبی است به عنوان یک پدر چی کار انسان باید بکنه. سوره انبیا، احزاب، احقاف، سوره یوسف، یعنی آل عمران در حدود 25 سوره به می شکل میاد. یعنی نامهای تاریخی است که در قرآن کریم ذکر میشه. در اینجا هم وقتی که میبینیم در داستان حضرت سلیمان علیه السلام که در حقیقت پادشاه است و همه امکانات داره، یکی از روزها هم تو میآید دیگه همون قوه عسکری خود را در حقیقت منظم میخواد که از پیش رژه تیر شود و او را تفقد بکنه که کی در کجا هست و سری وظیفه‌اش هست سری وظیفه‌اش نیست. باز میبینه که همین هدهد نیست. هدهد ما برش تو تک میدیم. قرآن کریم از او یک تعبیر میکنه و تفقد الطیر. سلیمان علیه السلام تفقد کرد، پرسان کرد، احوال پرسی کرد از امو
کسایی که در این نظامش بودن، از کل که از انسان ها گرفته تا به یک وقت رسید به طیور رسید. فقال ما لی لا ارى الهدهد، چی شده که هدهد نیست؟ و ایخو مسئول بود، امکان من الغائبین، که باز کدام طرفی رفته، یعنی سر به خود رفته، چی شده؟ فمکث غیر بعید، این گپ خلاص نشده بود که جناب حاضر شد. فقال، گفت احط بما لم تحط به و جئتك من سبأ بنبأ یقین. این صاحب ما خود یک چیزی را خبری را آوردم که تو سرزوی خاطر نداشتی، مفت نرفته بودم، از جمله غایبین به اصلاح نبودم، بلکه یک خبر را آوردم که تو از خبر نداشتی. قرآن چی تعبیر میکنه اینجا بر ما؟ میگه میشه که یک نفر پیغمبرم باشه، پاچام باشه، بازم خبر نداشته باشه، علم غیب نداشته باشه. دیگه چطور دعوا میکنه وقتی که پیغمبرم باشه، پاچام باشه، این نفهمه؟ این جنابای عالی که میگه من میفهم، یعنی چی یک درسی به ما اینجا میده؟ احط بما لم تحط به و جئتك من سبأ بنبأ یقین. از شهر سبا برد یک قضیه بسیار عجیب غریب آورده. اینی وجدت امرأة، من یک زن داده اوجا دیدم، تملکهم، که پاچایی میکرد سر اون مردم، و اوتیت من کل شیء، همه چیز در اختیار داشت، همه چیز در اختیار داشت، نظام در اختیار داشت، قدرت بود، همه چیز بود. ولی عرش عظیم در کل زندگی کلانش میگه این طرف که یک تختی بسیار جالب داشت، تختی پادشاه زیبا بودی تخت. اینه که گفت وجدتها و قومها، باز میبینیم که زن را دیدم، قومش دیدم، یسجدون للشمس، با آفتاب سجده میکردن، او را خدا میگفتن، من دون الله، و غیر الله، و زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان چه کارسته کرده بود برشون این کارایشان رو. فصدهم عن سبیل الله، از راه خدا اینا را کنار زده بودن، فهم لا یهتدون، در حالی که راه هم بلد نبودن، نباید تو کار میکردن. خب ولی خب ببینید قرآن چی تعبیر عجیبی میکند. از یک طرف بر ما ایره میگه که او انسان اگر جایگاه خوب پیدا کردی، نه تنها که سر انسان ها چی میکنی، سر طیور هم حکومت میکنی، سر حیوانات هم حکومت میکنی، عجیب نظام میسازی. و از طرف دیگری بر ما میده که تو فکر نکو انسان که تنها تو گپ میفهمی، بلکه هرچی در کنارت هست میفهمد، درست، هرچی که در کنارت هست، و اعمال تو را مشاهده میکنه، سر اعمالت محاسبه میکنه. شاید یک روز شهادت هم میده، قطعا شهادت، و قرآن امیرم میگه نه که زمین شهادت سرت میده. اینجا هم یک پرنده است، پرنده اما قگپ از برای خدا، اینی وجدتها، من خو این زن یافتم با این قدرتی که داشت، خودش و قومش سجود داشتن، با آفتاب سجده میکرد، غیر الله را پرستش میکرد. و جالب است که من دون الله، خدا را اله کردن، با آفتاب رو آوردن. چرا این کار کردن؟ شیطان برش همه آراسته کرده و زینتش بخشیده، عبادت غیر الله. اگر این موضوع رو ما در همین جا یک بار مورد تحلیل قرار بدیم، بسیار درس کلان میگیریم که هر آنچه که در این کنار است سر ما شاهد است و سر ما محکمه میکنه. اگر ظلم کردیم هم به ما میگه که نفرین بر بالای تو، چرا ظلم میکنی، چرا متوجه نیستی، چرا به مسئولیت هایت نمیرسی، چرا کوچک فکر میکنی. و اگر عدالت کردیم باز هم در پهلوی ما هر آنچه که هست اونا هم خوش میباشن و زیبا میباشن. وقتی که این هدهد که قصه را گفت، حضرت سلیمان علیه السلام قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، حالی معلوم میشه که دروغ گفتی راست گفتی. بدن اذهب بکتابی هذا، این کاغذه که بگی و برو به طرف امی شهر که تو از او حکایت کرد، درست، و این نامه ما را ببر. خب در تفاسیر یکی از نقاطی که دخل در تفسیر است و روایت مکذوب وجود داره، روایت غلط وجود داره، یکی هم در اینجا است، در این داستان حضرت بلقیس است. این نامه را میبره، در مفسرین نوشته میکنه که در اتاق خوابش از راه کلکین میایه هدهد و بالای سینش نامه را میگذاره. انگامی که این را میخواند برخطا میشه. بسم الله الرحمن الرحیم.
خطا میشد ایران میمونه، عظمت ازی و تهدیدی ازی. بسم الله الرحمن الرحیم رو میشنوه، رحمان و رحیم رو در اونجا میبینه. بسیار هم تو ایران میمونه این زن که چی بکنه. فورا شورای وزیرای خود دایر میکنه و او شورای وزیرا میگه که اول ببینیم که این زن چقدر با فهم است. نامه عجیب و غریب است، ولی این نامه را قبل از اینکه بخونه اونا را آرام میکنه. قالت یا ایها الملأ، ای بزرگان قوم، ای وزیرا، اینی القی الی کتاب کریم، برای من یک نامه بسیار با عزت آمده. القی الی کتاب کریم، القی انداخته شده. نه یعنی نیست که کدام کسی دیگر آورده، پرنده ای را آورده اونم به سینه من گذاشته. القی الی کتاب کریم، یک نامه. بعد اونا را که آرام کرد، کلگی را متوجه کرد که نامه بسیار با عزته. وقتی که نامه با عزت بوده باشه، کلگی دیگه با اعصاب آرام حالی گوش میکنه که این نامه چیه. اگه برش میگفت که تو یک قضیه هست، کلگی هم وضعیتشان خراب میشد، احساساتی میشدن. بعد نامه را میخونه، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الا تعلوا علی و اتونی مسلم. این نامه از طرف سلیمان است، به نام خدای بخشاینده و مهربان. بنان آلو نکنین بدون چون چرا تسلیم شد. این نامه را که میخوانه، یک بار وزیرا و کلانا همون احساساتی میشن. میگه که عجیب است. نظمی که داد و شورایی که کرد، گفت که یا ایها الملأ افتونی فی امری، والمقال نکنه، چیق نزنه، مشوره کنه. افتونی فی امری. حالا خب با این حادثه را برا شدیم، ولی به عوضی که احساساتی بکنین، به عوضی که به اصلاح دشنام بتین، به عوضی که گپایتان کنار بگذارین با خون سردی، افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون. من خود در هیچ مورد فیصله نمی کنم تا که امرای شما چی نکنم؟ مشوره نکنم. ولی فکر بکن که دی چه داستانی از این است. یک پاچا، یک کلان هیچ کار را باید به مشوره نکنه. درست. هیچ کار را باید مشوره نکنه. ولی من ایران ماندیم که از برای خدا مکتب بسته میکنه که با کی مشوره کردی؟ اما اهل فن در کجا هستن؟ اما که گفت که نکو، اما کی است؟ در حالی که صنف جدا، مکتب جدا، هیچ مشکلی هم نیست، کتابم درست. پس کسی که کار کرده خود خبر با اهل علم، با اهل فن مشوره بکن. عجیب است در قرآن همونطور میگه که قالت یا ایها الملأ، بزرگان قوم احساساتی نشوین. چی جنجال شروع کردین؟ نامه آمد برد، واقعیت ما با او رو برستیم. با این واقعیت چی میکن؟ یک وقت ما عرض کرده بودم روز داشته استاد عزیز که گفتم با واقعیت ها اگر خود را تکر انداختی شکست میخوری. بله. صحیح شد. یک چیزی واقعیت است. میشه که بگم که زن درس نخونه، با این میشه؟ این نمیشه. مثل که همون شکست خوردی که دیگه تلویزیون نباشه، حال تلویزیون است. شکست خوردی. دیروز گفتی که نارواست، حرام است، امروز شد حلال شد. خب با واقعیت که تکر میکنی، باز شکست از آن تو است. با چی دلایل داری اکنون به جوازش که دیروز به حرام بودنش بود؟ چی دلایل داری که دیروز گفتی که کلگی بشینن هیچ زن کار نکنه، امروز در میدان نوایی کار میکنن، در پلیست کار میکنن؟ کار میکنی. دیروز چی تحریم بود، امروز چطور ایره جواز؟ همیشه که ما با واقعیت ها تعامل خلاف بکنیم ممکن نیست. اینجا میگه یا ایها الملأ، والمقال نکنین. چی جنجال جور کردین؟ یه تو راست تو نیست. این گواره کنار بگذارین. راه معقول را و بیرون رفت زیبا را با این واقعیتی که ما با او رو برو شدیم بر ما نشان بده. درست. افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون. یک تکگذاری نمی کنم، تنها من فیصله نمی کنم، بلکه امرای شما چی هستم؟ مشوره می کنم. جواب میگه که عجیب است. قالو گفتن این ملأ، وزیرا، بزرگا، ما کنت قاطع
نحن اولو قوت و اولو بأس شدید. تو خب میدانی بلقیس، نحن اولو قوت، که ما دارای یک قوت هستیم، یعنی یک حکومت هستیم، و اولو بأس شدید در کارزار و در جنگ هم خیلی مهارت داریم. دو چیز داریم، نحن اولو قوت از نظر نظام، حکومت است، بله، ملت است، مردم است، خاک است، همه چیز داریم. خودکفا هستیم از نظر اقتصادی، خودکفا هستیم از نظر علمی، خودکفا هستیم، خودکفا. و از طرف دیگر برای حفظ از این نظام خود و اولو بأس شدید، ما تو مردم هم نیستیم که جنگ نیده باشیم، جنگ دیده هم هستیم. ببینن سلیمان چی کار است که ما را تهدید میکنه؟ بسم الله جنگ میکنه. ایره برش میگه که هیچ بدون چون چرا. حالا ببینید که این زن با عظمت تاریخ و این عظمت قرآن که در یک حوادث، اما تو یک حادثه را برای ما پیش رو میگذارد. قالت، گفت برای می وزیرای خود، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها و جعلوا اعزة اهلها اذلة و كذلك يفعلون. بزرگان قوم، وزیر صاحبا خوب بفهمین، ان الملوک اذا دخلوا قرية، هرگاه پادشاه ها و مردمای مقتدر وارد سرزمین بجنگ شوند، افسدوها، این سرزمین زیبا را برباد میکنن، افسدوها، تباهش میکنن، خرابش میکنن. نتیجه چی میشود؟ و جعلوا اعزة اهلها اذلة و كذلك يفعلون. مردمای با عزتش ذلیل میکنن به خاطر که حکومت بکنن. زیرا مردمای قویش در مقابل ایستادگی کرده بود، اول مردمای قویش چی میکنن؟ میکوبن. و كذلك يفعلون. و چنین خصلت مردمای مسلح است. تفنگه که استاد هم یادم بگیرم که ورداشتی شباز تو همون انصاری نیست که پیش بودی. خدا نشد. باور بکنه بسیار چیز بدی است. اول این جمعه کبر برات میته که گرفتیش دیگه تغییر میخورد، از زندگی انسان تغییر میخورد. انسان های بسیار قوی دیگه رقم میشن. ایسا نکه هم تو عجیب فهمیده بود. ان الملوک اذا دخلوا قرية، مردمان مسلح وارد سرزمین شود، افسدوها، دیگه با توقع خیر نکو که این نظام نگاه برد میکنه، نه گردبردی را شروع میکنه. تو چی کار است؟ روز که دیگه همه چیز به اختیار میگیرن. وقتی که ایره برای شورای وزیرای خود میگه، وزیرای شارام میکنه، میگه عاقلانه بیاندیشیم، بیاین سرزی فکر بکنیم که امین سلیمان علیه السلام که سر ما به ما خط آورد، امین خط اول یک تحلیل کنیم. انه من سلیمان، نگفت که پاشا هستم، نگفت که ای هستم، چی با تواضع عجیب ذکر میکنه. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. و این ما گواه بریست که شروع میکنه به نام خدایی که بخشنده مهربان. دی نام بسیار گف است. یه بیان تحلیل بکنین، تجزیه بکنین، هدف جنگ سلیمان علیه السلام بیان ارزیابی بکنین. هرگاه جنگ به خاطر گرفتن سرزمینتان باشه و به خاطر پادشاهیتان باشه و اما چیزایی که شما به او باورمند باشین به او بوده باشه، بنان شکست سلیمان حتمی است، ولو که هر قدر قوی باشه. و اگر این دارای یک برنامه فکری و عقیدتی و یک آرمانی بوده باشه، بنان ما خوب انسان هستیم، چرا خوبی ها را نگیریم؟ درست. و چرا از خوبی ها و زیبایی ها فرار بکنیم؟ پس بگذاریم که خوبی ها ما مالکش باشه. سبحان الله. یعنی چی نظر عجیبی است که زن میده. هدف جنگ تحلیل میکنه. اگر هدف جنگ خوب بود و هدف چرا ما حمایت نکنیم به عوضی که در مقابل از هدف مبارک ایستادگی بکنیم؟ چرا این کارا بکنیم؟ حالا فکر بکنین که در کل مثلا ما یک نمونه از تاریخ ذکر بکنیم. ساس در حدود 700 سال افغانا به چی حکومت کردن؟ بر هند. بله. تمام چیزایی که در هند میبینیم از به دست همین مسلمان ها زیبا ساخته شده. ولی در اوجا ما قدرت نمایی میکردیم، تفنگ، زور. اوجا مشارکت را در نظر نگرفتیم، اوجا تعامل خود را دعوت را در نظر نگرفتیم، تعامل خود را درست نکردیم.
نتانست موندوی که عجیب و غریب هستند، مجموعه از خرافات، اما را مسلمان نتانست بکنه. عکس از اون در مالزیا، اندونزیا تجار میره، نه تفنگ میبرن نه زور میبرن، در اوج اخلاق و تعهد و دعوت. 17,000 جزیره در اندونزیا مسلمان میشد. خیلی جالب است. بزرگترین کشور اسلامی، بزرگترین کشور اسلامی، زیبا نگاه جمعیت. این طرف باز ببینی مالزیا رو ببینی زیبا، این طرف ما رو ببینی، یعنی هنوز ساحه کمی جا میبینی کلش مسلمان شدن و اسلامشان به اساس یک دعوت زیبا. اینجا هم این زن همتون میگه که بیاین تثبیت هدف بکنیم. هدف چی است و هدف از کجا پیدا میکنیم؟ از نامش پیدا میکنیم. بعد وقتی که شورای وزیرا را به این وادار کرد که تحلیل بکنه و برنامه ریزی بکنه و خوب بیاندیشد که متاسفانه ما نداریم. یعنی یگانه کشورهایی که متاسفانه ما دو زیاد تنبل هستیم مسلمان هستیم. ما اکادمی استراتژیک و مطالعات را کمتر داریم. کلا آن مملکت است از پیش پرسان بکنه که خب در کجاست اما مرکز تحلیل و تجزیه تان، از نظر اقتصادی، از نظر نظامی، از نظر مجتمع. اصلا سرمایه گذاری سرزی نمیکنه. هیچ بر ما نیست، در حالی که در اینجا در این نظام بلقیس وجود داره. قالمقال نکنه، بیاین تحلیل بکن. نتیجه تحلیل را برش پیشکش میکنه. یعنی قصه یک روزه خونه سرزی بسیار بحث شده. نتیجه بحث برش میگه که تثبیت میکنه که سلیمان علیه السلام به چوکی تو چشم نداخته، بلکه یک هدف داره که از عبادت شما و پرستش شما خوشش نمیاد. این رکتش تحلیل کن. این زن میخیزه برای شورای وزیرای خود میگه که و اینی مرسلتون الیهم بهدیه. اجازه بدن که این کار خیمه بکنم، شما دیگه کمک آرام بشینید. رشوت نخواهش کنید. عجیب است. و اینی مرسلتون الیهم بهدیه فناظرة بما یرجع المرسل. ببینیم چی کار میکنه. چی کار میشه. پس این زن خیست دیگه یک کاروانی از هدایا را جور کرد. در او کاروان دخترها را زیبا را شامل کرد، در او طلا را، در او مروارید را، در او غلاما را. خوب هم تو با شان و شوکت به اصطلاح یک قطار طویل و عریض را ارائه کرد به طرف بیت المقدس. کاروان رسید. حضرت سلیمان علیه السلام وقتی که میبینه که چی است؟ ما چی میخوایم چی فرستاد؟ این چی کار است؟ میگه که خداوند متعال تو میدوننی به ماله، میخوان که من را به دادن رشوت و به دادن مال از هدفم دور بکنه، در حالی که خداوند متعال است که بهترتر و زیباتر به ما داده، خوبتر به ما داده. وقتی که این نقطه را تحلیل میگه خداوند متعال از اینکه بهترتر به ما داده، این چیزایی که شما آوردین را پس ببرین به مملکتتان و خوب بفهمید که ایت یک لشکر را برتان بیارم که شما توان مقابله با او را ندارید. چنان شما را بشکنانه که در سر را بلند نکنه و ذلیلم تسلیم شوید. این پیامی است که حضرت سلیمان علیه السلام برش داد. این تحفه ها پس میره به طرف یمن. بلقیس پرسان چی کاری شد؟ گفته چی میگی؟ اونجا که ما رفتیم چیزای دیگری بود. یک پاچایی زیبا، نه تنها که سر انسان، در اونجا سر پرنده حکومت میکرد، سر حیوانات حکومت میکرد، سر جنیات حکومت میکرد. بسیار عجیب حکومت بود. قسم به خدا اگه استادگی بکنی تکت تکمیش این کارا نکن. درست. و طبیعیست که در این کاروان خب بخش استخباراتش بود، دانشمندایش هم رایش بود، تحلیل و وضعیت خود بررسی میکردن. استاد عزیز، این کاروان پس میآید و از این بعد این زن میگه که وقتی که چنین حکومتی باشد با چنین هدفی باشد، آیا ما با امرش مقابله بکنیم؟ پس بهتری است که خودم برم. ببینیم من نزدیک یک دم میگیریم بالا. بسیار خوب. شما خسته شدن. اجازه
بینندگان عزیز گرامی، میان برنامه میبینیم و بعد از اون با ادامه داستان زیبای هدهد و ملکه سبا انشاءالله دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید. استاد قرآن شریف آقا به من به کانال تلویزیونی ندای حق خوش آمدید. اگر تا کنون عضو کانال ما نشده اید لطفاً کانال ما را سابسکرایب نموده و دکمه زنگوله را فشار دهید تا از جدیدترین ویدیوهای جالب ما مطلع گردید. فراموش نکنید که با عضویت در کانال ندای حق و نشر و اشتراک گذاری ویدیوهای ما شما هم در مسیر دعوت با ما همکار می گردید. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام دوباره خدمت همه عزیزانی که با ما همراه هستند در برنامه نسیم رحمت و موضوع ما هست قرآن و تاریخ. در خدمت جناب مولانا عبدالسلام عابد هستیم با ادامه داستان هدهد. قبل از شروع برنامه گفتیم هدهد علیه السلام. واقعا من هدهد خیلی دوست دارم در داستان بلقیس، چون امی هدهد یک پرنده است، یک حیوان است. از خیلی از انسان‌ها، از خیلی از مسلمان‌ها کرده شعور دینیش، عقیده قوی داره. جالب ذکر کردین، یعنی وقتی یک منکری را میبینه یک جای انکار میکنه، میگه من دون الله چیزای دیگری را میپرستن، اینا کار غلط انجام میدن. یعنی در حقیقت حیوان است اما یک دعوتگر است، امر به معروف میکنه، نهی از منکر میکنه و جایی که یک اشتباهی را میبینه او را میخواد اصلاح بکنه. یقینا هدهد بسیار چیزای دیگه هم داره استاد. یکی که تو یک پرنده ای هست که آب رو پیدا میکنه.
سبحان الله. توی تیلهش بکن، در جایی که آب است ناخن میدونه، اینجا عوض بکنه آب. جالب. این چیزی داره. بسیار صفت‌های عجیب و غریب داره که پس بیجا هدهد علیه السلام نگفته. استاد عزیز، وقتی که سلیمان علیه السلام این هدایایی که فرستاده شده بود او را پس فرستاد، ارجع الیهم فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها، بله. باید یک لشکر روبرو خواهد شدن که در نتیجه از او توان مقاومت در شما نخواهد بود درست. و سرزمینتان و از قدرت و مکنتون بسیار ذلیل و خواب بیرون خواهد شده. بعد این زن مقاومت نمیکنه، چون فهمید که این جنگ عقیده است. این جنگ به خاطر یک هدف بسیار بلند معنوی است. پس چرا ما محروم باشیم؟ چرا ما محروم باشیم؟ درست. از این خاطر فورا میگه که خودم میرم. این زن میگه خودم میرم، قضیه خودم باید ممارست بکنم. دیگه سری تیم دیپلماسیش اعتبار نمیکنه. میگه بس. وقتی که زن گفت که میرم، طبیعی که پادشاهی است و قبل از یک کسی رفته حضرت سلیمان گفت که پادشاه ما نزد شما میاد. حضرت سلیمان که خبر شد فورا دیگه تدابیر گرفت. این تدابیر را گرفت از چند وجه. یکی که چگونه مهمان را پذیرایی بکنه، یک پادشاه را چگونه پذیرایی بکنه ولو که هر کسی مخالف باشه. باشه. از این خاطر تدابیر بگیره. دوم، از چی نیرو و سیستم استفاده بکنه تا غلطی که در مغز از اینها جای گرفته و غیر خدا را پرستش میکنه امیر چطور بشه، چطور شوه که حقانیتی که در دعوت حضرت سلیمان علیه السلام است بدون زور، بله، نه بسر نیزه، او در جایش تحقق پیدا بکنه. بدان دو کار کرد. از یک طرف قدرت نظامی خود نشان میده، خیلی منظم. از این که میایی از مورچه که در خدمت بلقیس همونطور رژه میره تا به انسان کل چیز در میبینه که بلقیس که وقتی که میآید میبینه که قدرت مالیش بسیار بلند، مورچه در خدمت، مورچه منظم، پرنده منظم، حیوانات منظم و کلش در به عنوان یک لشکر در اینجا استادگی میکنه. از اون لحظه فهمید که این پادشاهی دنیوی نیست. بنان در شیوه چیش تغییرات. بعد وارد یک قصر مثل جنگ روانی رو انداخت. سرجم فکر میکنه. درست. در پهلوی از او باز هدهد گفته ولها عرش عظیم، یک تختی عجیبی داره این زن. حضرت سلیمان علیه السلام برای چیش میگه که برای کسایی که در مشوره از سلیمان علیه السلام پادشاه است ولی بازم به مشوره کار نمیکنه. سبحان الله. پیغمبر است ولی با هم مشوره میکنه. بعد قال گفت یا ایها الملأ ایکم یأتینی بعرشها. تخت شکی میاره. تخت شالیکی میاره. این زن خو میاره. تخت شکی میاره. قبل ان یأتونی مسلمین، قبل از اینکه اینها منقاد گردن خدا بگذارن، نشود که گردن به زور وارد باشه. این گردن را باید از عمق دل بگذارن تا مسئله توحید او جایگزین شود. ما میخوایم که انسان را وارد جنت بکنیم. در جنت خود که در قلبت غش باشه بازو نمیشه. بنان کی این تختش میاره تا این زن باور کامل پیدا بکنه به اینکه الله واحد لا شریک است. یعنی این رقم باور پیدا بکنه که سلیمان علیه السلام وقتی که از مورچه تابعش میشه، این حیوانات، این پرنده ها، این دیوها، این جن، انسان، کلش در خدمتش باشه و این نمیگه با این قدرتش که من الله هستم، من خدا هستم، به من سجده بکنه. در اینجا با متواضعش نوشته میکنه اینه من سلیمان. این نمیکنه که مردمش را فریب بدهد و برش بگه که چرا من را پرستش نمیکنه، بلکه این نمیخواد که افته و محتاب چیزا رو بگه، او را رد میکنه، بلکه داعیه بر حق توحید را و معرفت الهی را به مردمش مطرح میکنه. وقتی که این نقاط را میگیره گفت که کی را میاره؟ قال عفریت من الجن، یکی از جنیاتی که بسیار کلان بود، نیرومند بود، قوی بود،
او گفت که انا اتیک بی قبل ان تقوم من مقامک. سلیمان علیه السلام اگر شما با من اجازه بدین من این عرش را قبل از اینکه شما خانه‌تان بریم میارم. یعنی معنا چی؟ حضرت سلیمان علیه السلام مثلا صبحکی قضیه را مطرح میکنه، چاشت مثلا خانه میرفت، یا مثلا دیگر دفتر بند میشه. قبل از اینکه می دفتر شما بند بکنین میره حاضر میکنه. ایره گفت. وقتی که ایره گفت و اینی علیه لقوی امین، خوب توانمند هستم و ببینی سلیمان که من چیزی رو پوتام نمیکنم و امو امانت داریش حاضر میکنم. صحیح شد نه؟ لقوی امین به معنی دیگر بگیم که ایره نمشکنم، خرابش هم نمیکنه، اما تو زیبا و سالم بعد حاضرش میکنه. قال الذي عنده علم من الكتاب، و کسی که علم کتاب امره از بود، انا اتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، میره حاضر میگه قبل از که چشم تو این طرف شود. در تعبیر عنده علم من الکتاب دو تعبیر است. یک تعبیر خودی که حضرت جبرئیل امین علیه السلام، تعبیر دیگه که نه خود حضرت سلیمان علیه السلام است. دیگه یعنی همین قدرت معنوی که الله متعال برش داده بود و رب العالمین کل چیز در خدمتش گذاشته بود که همین چیزی که تو بگی همین تو میشه برد. ایره به جنی کلان گفت که ایره ما حاضر میکنم قبل ان یرتد الیک طرفک، که چشم خودت تو کرد تختی جا بود، یک پلک زدن. یک پلک زدن. سبحان الله. فلما رأوه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. این تخته که در پیش خودش دید باز باور نشد. دیدی چی کاری کردم؟ قال هذا من فضل ربی لیبلونی، تا الله ما را امتحان بکنه اشکر ام اکفر، که در مقابل از این نعمتهای سپاس میکنم یا این کفران میورزم. ولی خوب بفهمید و من شکر فانما یشکر لنفسه. هر کسی که در هر مقام بلندی باشد در برابر نعمتهای خدا اگر تشکر کرد در حقیقت به خیر خودش است. و من کفر فان ربی غنی کریم. اگر کسی کفران می‌ورزد در مقابل نعمتهای پروردگارم، پس باید بداند که پروردگارم غنی است و کریم، ذاتی است که دیگه از این تواضع ما، از این گپای ما کاملا غنی و بی‌پرواست. ببینید کریم اعتنا نمی کند به می عبادتی که شما میکنید. این تو یک ذاتی عظیم است. بعد گفت که نکیرو لها عرشها، شما همین تخت از این کمک چیزایش تغییر بده، بسیار کم این تغییرات بیارین. ننظر، یک بار ببینم اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون، که زن قوشیار است که تخت را مشاهده بکنه و بفهمه که کجایش تغییر خورده، و یا جمله کسایی هست که بی‌پرواست سر تختش که میشینه متوجه نیست چه رقم دار است. وقتی که بلقیس میآید و تعویض که یک مرحله از آمدنش را تحلیل میکنه و میبینه او را و زیبا هم است، باز سر تختش برش نشان میده که اها که عرشک، این تخت در می رقم است. قالت گفت که انه هو، گویا که اموست. یعنی زن گوشوری سعی کنند گویا که اموست. نگفت که خودش است، به خاطر که ممکن نیست که میگه از من تا اینجا که آمد از من که پیش تخت بیایی چه رقم است. از طرف دیگر باز میبینه که در تخت که همه که تغییرات آمده باز هیچ تو میشود، هیچ رقم میشود. گفت که انه هو، گویا که امو است. امو را تثبیت برش کرد. بعد قرآن کریم این قضیه را پیش میکنه که از این تخت که خلاص میشود باز اون قصر بسیار زیبایی که برش تنظیم شده که باید در اوجا بره، به خاطر خوابش، به خاطر میمانداریش. این خود در حقیقت هم تختش برش پیش رویش گذاشت که یک مسلمان شما امروز میبینیم که نو کسای پاچه‌ای که وارد میدان میشود بعد از باز اوجا میرن یک مجلس ابتدایی رو میگیره. در مجلس ابتدایی تخت خودش برش گذاشت. اما قبرش گفت که چی رقم است؟ امو تو راست میگه گویا که امو رقم است. بعد میرود در جای اصلی که در اونجا به اصلاح از چی میکنه. قیل له ادخل الصرح،
خودش میگه داخل از قصر شویم میربانی کنه. فلما رأته حسبته لجة و کشفت عن ساقیها. وقتی که وارد از این دروازش میشه یه آب روان بسیار زیبایی، اما تو پایین که میبینم فکر کرد که باید در اینجا خود داخل نمیشه مگر اینکه بوتا را بکشید. و کشفت عن ساقیها، این پاچای خدا بلند کرد. برش گفت که گفت حضرت سلیمان علیه السلام انه صرح ممرد من قواریر. بفرمایید او را پاچای تا غلط نگید، یه از شیشه ساخته شده و این تو شیشه ای که اصلا نمیتونه انسان تثبیتش بکنه که چی رقم است. وقتی که ببینین که یک تعداد انسانایی که دشمن دین ما هستند در اینجا چتیات را داخل کردن که زن در حقیقت متولده انسان و جن است و در این پایش که بود به اصلاح پر بود، به خاطر که حضرت سلیمان علیه السلام بفهمن که اینجا پر است یا نیست، هم تو یک چتیات را ذکر کرد. نه تو نه، اصلا قرآن میخواد که به ما این نشان بده که مسئولیت یک پادشاه چی است. یک پادشاه مسلمان برای ذهن جور کردن چقدر باید مصرف بکنه، مقصودی را چطور باید بکنه، چگونه ذهنها را وادار بکنه که اصل قضای اسلامی را بپذیره. گفت که نه، انه صرح ممرد من قواریر، یک قصری است که در حقیقت ساخته شده است از شیشه های زیبا و درخشنده. این بلقیس وقتی که وارد از این قصر میشه و این حالات را کلش از الف تا به آخر تا اینجا میخونه، قالت گفت ربی انی ظلمت نفسی، پروردگارم سر خود ستم کردم و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین، گردن گذاشتم با سلیمان علیه السلام پروردگار. وقتی که خدا بر یک چیز را بخواهد امت می شود. این چه رقم است که پرنده در خدمت از او، این چه رقم است که مرچه در خدمت از او، این چه رقم است که دیو و پری در خدمت از او، انسان در خدمت از او، و این رقم قصری جالب جور میکنه. بنابراین من مخالفت با این تعهد بکنم؟ نه، اینی ظلمت، هر آن ما ستم کردیم بر بالای خود که به غیر الله سجده کردیم، بنابراین گردن خود را میکسرم. استاد در این داستان چقدر چیز بسیار بزرگی است که بر ما قرآن تثبیتش میکنه که یک زن به پاچایی رسید و زیبا پاچایی کرد، مقبول پاچایی کرد و چه قدم حکیم بود. ملتش تباه نکرد بلکه خیر ملتش حساب. یعنی هیچ پاچایی در طول تاریخ به اندازه بلقیس برای امتش خیر نداده، برای مردمش خیر نداده که بلقیس داد. هم خودش مسلمان شد، هم کل قومش مسلمان شد. درست. یعنی فکر به دنیا چی ارزشی دارد، آخرتش برش جور کرد. حالا ببینین که در دو داستانی که قرآن کریم برای ما و شما مطرح کرد و تاریخ در حقیقت به عنوان یک علم زیبایی را مطرح میکنه، ولی خود نیست که ما این قصه را کردیم خلاص شد. این بر ما چی میده؟ که جایگاه زن را احترام بگذار. زن اگر قوی باشه تو قوی هستی، زن اگر ضعیف بود تو ضعیف هستی. زن اگر دانش داشت در حقیقت اولاد دانشمند تربیت میشه. ما دو چیز داریم، یکی تربیت داریم، یکی تعلیم داریم. استاد هرگاه اگر شما خواسته باشین که تربیت را نفی بکنین، تعلیم را نفی بکنین، در حقیقت تربیت را نفی کرد. زیرا تربیت بدون تعلیم ممکن نیست. پس اجازه باید بدیم تا تعلیم به سطح بسیار زیبا مطرح شود تا بتونیم تربیت زیبا را در فامیل خود داشته باشیم. و این یک نمونه بود از اهمیت تاریخ که قرآن کریم در کتاب عظیم الله متعال برای ما شما یادگار گذاشته و ما را به فهم زیبایی از تاریخ و بعد نگرش تاریخ و بعد گرفتن درس از تاریخ فرا می‌خواند. جزاکم الله خیر. واقعا داستان زیبایی بود قصه های تاریخی قرآن کریم. تشکر از شما. الله سبحانه و تعالی سعادت دنیا و آخرت نصیبتان بکنه. بینندگان عزیز گرامی، اکنون در خدمت عزیزانمان هستیم در کلوب هاوس. اگر دوستان سوالی دارن خیلی مختصر بیان بکنن و همچنین از طریق شماره تلفن برنامه هم دوستانی که تماس میگیرن انشاءالله خیلی مختصر سوال خودشان را مطرح بکنن. وقت کم هست و جناب حضرت مولانا انشاءالله به سوالات شما ایزان پاسخ خواهند داد. بله بفرمایید.
سوال دارم میتونم از پایین سوال کنم ما بالا میاد. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام. زبان عربی و فارسی چند کتاب معتبر در مورد تاریخ اسلام و سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم معرفی کنید. بسیار خوب. به زبان عربی؟ از عربی به فارسی. ها. تشکر. فرمایید. استاد بزرگوار در بهترین سیرتی که از نظر روایتی و خوب نگارش یافته همین سیرتی است که مبارک پوری رحمت الله علیه رحیق المختوم و به زبان بسیار شیوایی ترجمه شده، از اون میتونن استفاده بکنید. و دوستان عزیزی که این کتاب رو اگر میخواین مطالعه بکنن در کتابخانه عقیده یا کتابخانه قلم موجود است. الحمدلله. و کتاب سیرت دیگه که خوب نوشته شده علی سلاوی نوشته کرده، 2 جلد، بسیار زیباست و تقریبا گفتم میتونم که چی هم هست، تحلیل هم شده. بله. یعنی این کتاب هم در سایت عقیده هست، دوستان میتونن که دریافت کنن. بنان چقدر زیباست. خب بسیار زیاد هستن، شما 2 دانش بگیرید اینجا. درست. از نگاه تاریخ به فارسی کدام کتاب رو، یعنی چون ذکر کردیم که بعضی دوستان متاسفانه جناب مولانا میرن کتاب تاریخ طبری رو میخوانن، بعد یک سری شبهات برشون پیدا میشه. یعنی همونطوری که خود امام طبری هم ذکر کردن و شما بیان فرمودین که باید روایت های بعضی از کتاب های تاریخی باید تجزیه و تحلیل شود، صحت و سقمش باید آشکار شود. یک تاریخ داریم به نام تاریخ اسلام. بله. که حسن ابراهیم حسن نوشته کرده و نمیفهم که بدری ترجمه شد نشده، فکر میکنم شده باشه. درست. که تاریخ زیبایی هست که با اون مراجعه بکن. درست. و بازم در این مورد میخوایم که به کتاب‌های علی سلابی مراجعه کنیم. علی سلابی درست است که کتاب‌های مستقل نوشته کرده، ولی کتاب‌های بسیار زیبا نوشته کرده در رابطه به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، در رابطه به حضرت عمر، در رابطه به حضرت عثمان، در رابطه به حضرت علی، در رابطه به حضرت حسن، در رابطه به حضرت حسین. یعنی این چیزا که ما بخوایم در حقیقت این تاریخ زیبا رو برای ما شما تحلیل میکنه و همه چیزی که خلاف ازی هست خود به خود میریزه. کتاب های علی سلابی هم در سایت کتابخانه عقیده هست. 6 جلد تاریخ خلفای راشدین، 5 جلد خلفای راشدین از سیدنا ابوبکر تا حسن ابن علی و همچنین سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشته دکتر علی سلابی رو هم به زبان فارسی میتوانید در سایت کتابخانه عقیده یا کتابخانه قلم دریافت بکنید. ان شاء الله. تماس بعدی، بیننده بعدی، بفرمایید. دوستان که سوال داریم بفرمایید. استرام بالا کنم بالا میاد. همونطور نوبت گذاری بکنه خیلی خوب میشه پیش از پیش. درست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. در برنامه شما دوستان و عزیزان شرکت میکنم که استاد محترم همراه استاد مولانا محترم عبدالسلام عابد هم کلام میشم. بسیار زیاد خوشحال هستم و یک سوالی دارم که درباره رابطه با عذر و جهل اگر استاد یک کمی صحبت بکنه، از خاطری که در تیک تاک من فعالیت دارم و میبینم که برادرها در این موضوع بسیار افراط میکنن و بسیار تکفیر میکنن. اگر در این موضوعات یک کمکی استاد روشنی بندازه بسیار خوب میشه. درست. بسیار خوب. تشکر از شما. عذر بالجهل یکی از موضوعات اختلافی است جناب مولانا که مدتی از هستیم با دوستان در سوشال میدیا به حدی رسیده که دی جاهل و احمق آمدن این از جمله اصول دین قرار دادن، چپ و راست مردم رو تکفیر میکنن، ادعی در افراط و ادعی در تفرید. یک نصیحت کوتاه چون موضوع خیلی یعنی موضوعی است که نیاز به 10 برنامه داره، یعنی بازم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. استاد اول خب من میگم که هرگاه یک داعی قاضی شد دیگه خیرش نیست. درست. داعی باید داعی باشه. داعی کارش است که یک انسان به طرف خیر برود.
وقتی که خیر میخوای دیگه قدم ها را باید در نظر داشته باشی. بنابراین بزرگترین بدبختی است که ما اما تجدد را از ذهن خود دور انداختیم. درست. و تو فکر میکنیم که تجدد فقط در اون زمان اول بود، ولی نیست. در حالی که اکنون هم است. مشکل از اینجا پیدا شده. اگر یک بار بپذیریم و قبول بکنیم در جامعه که نو داخل میشیم، بپذیریم که حالت گذشته واری نیست. به طور مثال میگم، شما فکر بکنید استاد که 80 سال یا بیشتر و کم روس‌ها سرزمین امت اسلامی مشکم خود انداخته بودند. درست. علما را شهید کردند، کتابا را سوختاندند، همه کاری که از دستشان کردند، زبان از بین بردند. درست. خب یک نسل آمد رفت، دیگه نسل آمد رفت، نسل سوم آمد. اگر در اینجا جهل قبول نکنی، خب بیخی مردم را کشیدی. اگر در اینجا تجدد قبول نکنی، قدم ها را قبول نکنی، خب توی ملت تباه برباد میکنی. درست. و فقط همه میفهمن لا اله الا محمد رسول الله. با کسایی که بسیار افراط میکنن، یک دو آدم باید یا را ببره و در اونجا پایینش بکنه و بگه کال تعامل تا بکو باید ببره. چی کنه باید تعامل میکنه؟ و فقط همه میفهمن لا اله الا الله محمد رسول الله. و اما وقتی که اونا را دیدون، بعد از فهمیدیم که من قال لا اله الا الله دخل الجنه. کاری نکنه. مشکل بدبختی است چون مولانا که طرف خودش در آلمان نشسته، در سویدن نشسته، در کشورهای اروپایی نشسته، پاسپورت کفار در جیبش، سوسیال کفار هم میخوره در شکمش، از اینترنت مجانی اونام استفاده میکنه. ما که دوربین هم گرفته، ای کافر است، ای مسلمان است. او عالم دعوتگری که در بدترین شرایط در افغانستان دعوت کرده، جان داده، خون داده، او را از اونجا تکفیر میکنه که قائل به عذر به جهل بوده یا نبوده. خب من نمیخوام زیاد صحبت سرش بکنم. تشکر از شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام. سلام بیننده گرامی، بفرمایید. سلام خدمت استاد محترم عبدالسلام عابد و جناب شما انصاری صاحب. سلام علیکم. یک سوالی داشتم. در فقه اکبر و ترکی ترجمه شده، همیشه بچه میخوام دمون نشته است که امام اعظم صاحب چند بار الله متعال به خواب دیده. این بار یک معلوماتی از استاد محترم میخواستیم. بسیار زیاد تشکر. تشکر از شما، زنده باشید. دوستان از طریق کلاب هاوس اگر کسی میخواد صحبت بکنه در انتظار باشن. بله بفرمایید. استاد بحث ایدی که الله متعال کسی در خواب ببینه یک موضوعی است که به معنای تجسیم ترجمه نمیشه. درست. و بعضی مفاهیمی است که این فقط امو اهل حال خودش میدانه. درست. معنای از این طور است که او میگه که به خواب دیدم، به معنای از این نیست که خوابی که ما شما میبینیم امور رقم، چون کلمه درست. دیگری یا تعبیر دیگری برازی نداره، از خاطر این تعبیر را میکنه و این امام ابو حنیفه، امام احمد حنبلی شخصیت ها این موضوع را مطرح میکنه. درست. ولی ابدا خوابی که ما میگن به معنای تسلیم نیست. ابدا ما لغت دیگه برش نداشت. درست. از این خاطر این کلمه را میگیرد و از این خاطر ما نفی نمیکنیم. ولی به این شکلی که با ظاهر تحمیل شود به اون شکل هم نیست. درست. تشکر از شما. از کلوب هاوس عزیزانی اگر که سوالی داشته باشن. بله. بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. اگه یک آدم در مورد دین یک گپی بزنه و گپش صحیح باشه که شریعت اسلامی بخونه، مگر این انسان گپ رو بی علم زنه، آیا این گناه است یا یک بار چی شد؟ در مورد دین کسی نظری بده بدون علم. در مورد دین اگر فهمیدم، در مورد دین اگر یک کسی نظر بدهد و بالفرض او مصداقیت هم پیدا بکنه با شریعت اسلامی، بازم غلط کرد. درست. بازم حق نداره. تشکر. بله بیننده از طریق تلفن سلام علیکم، بفرمایید.
تماس بعدی. سلام علیکم. از ترکیه بیننده گرامی بفرمایید. استاد بزرگوار، میخواستم درباره استاد محترم شیخ شهید عبیدالله متوکل یک کمی صحبتی داشته باشین. تشکر از شما. تشکر از شما. از کلاب هاوس کسی هستن دوستان؟ بفرمایید برادر. بله بفرمایید، صدای شما را میشنویم. بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. کمی بلندتر صحبت کنید بیننده گرامی. نفهمید. شما سوالتان یک بار دیگر مطرح کنید، کمی بلندتر صحبت کنید بیننده گرامی. نزدیک مایک بیاین، اول صحبت کنین، مایک نزدیک بگیرین که سوالتون درست بیاد. بله بله الان صدا خوب است، بفرمایید. سوال شد از روسیه، در دولت روسیه بله برای خواندن که زیاده از 3 فرزند دارن میتیان. درست متوجه شدم. اون مبلغ انسان رو مکلف میکنه که زکات سپارد، یعنی که لگه میدادگی ارزش است زیاده از 85 گرم کیلو میستد، ارزش است. درست. آدمی که مکلف به زکات نبود اون اجازه نامه رو میگیرد، اما که مکلف میشود. درست. از همون با نمود اجازت است، همون مبلغ دست بنا میتیان و وی میتیان، همون اجازت میتیان که همون مبلغ رو تو میتونی که خونه خری، میتونی که اگر زندگی تا به همون پیش بری، فقط اجازت دولت. از همون اجازت نامه زکات باید سپاریم یا که نه؟ متوجه شدم. تشکر از شما. در روسیه کسانی که 3 فرزند بیشتر داشته باشن، حکومت یک مبلغی را برای اونا میته برای خرید خانه، ماشین، موتر چیزا. آیا زکات بر اون مبلغ هم مترتب می شود؟ این یک نوع اعانه است از طرف حکومت میشه. اگر این اعانه استاد برای امو فرزند سوم است؟ نه، برای کل خانواده است. اگر به او شد خود تعلق به اون میگیره، پدر خود نمیتونه که از او زکات ببخشه. و اگر به کل خانواده میده شامل سرمایه عمومی میشه. درست. آلش سرمایه عمومی مثلا اگر 50 را پداشت و این امرایش یک جوشون 100 را پشت. درست. در 100 گرم طلا تبیز که زکات میده. باید زکاتش بپرد. درست. تشکر از شما. بیننده گرامی از طریق واتساپ برای سلام علیکم بفرمایید. خب تا وقتی او بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی از آلمان، میبخشید. سلامت باشین، بفرمایید. آواز ما دارین؟ بله. بله بفرمایید. ما از مولوی گرامی عابد یک پرسش داشتم. اونا هیچگاه یک پیام در برابر ستمگری طالبان نداشتن. همین طالبان اینا را کشیدن، توهین تحقیر کردن. هنوز هم میگن نجنگین در برابر طالب. شرم نیست به خدا؟ شما برادر عزیز، شما در آلمان نشستین، برای شما شرم نیست که در مورد شخصی که 20 سال در افغانستان زندگی کرد، چه در زمان همین کسایی که شما حتما اونا را خوب میبینین با طرز پرسشتان، و کسایی که بعد از اونا آمدن با اینا نشستن زندگی کردن، و شما از کجا فهمیدین که طالبا قصد جان اونا را کردن؟
شرم برای شماست که یعنی حکم میکنین. دوست عزیز شاگرد استاد عابد بودن. عزیز برادر، استاد اینجا نشستن، شما حکم میکنین. ببینید یک مسئله بسیار مهمی است. شاگردان خودشان گفتن، ما نگفتیم، شاگردان خودشان. برادر عزیز، دوست گرامی، شما در آلمان نشستین حکم صادر نکنین. ببینید این مسئله نیست که مسئله یک شخص، مسئله حکومت، مسئله یک ملت است، مسئله یک شخص نیست. متوجه شدین؟ بله. ثانیاً جناب مولانا یک دعوتگر هستن، یک عالم هستن، یک مصلح هستن. یعنی شما چی میخواین؟ الان سلاح بگیرن برن در کو با طالبا بجنگن؟ آیا شما از آلمان پاسپورت آلمانی تا رها کرده میای در کنارشان بیستی؟ این مردانگی و شجاعت داری؟ امی کار مولوی عابد بکنه. آی محترم، بفرمایید امیالی کسایی که به داد از مقاومت میزنن، شما حاضر هستین برین امرایشان مقاومت بکنین مادامی که طالب وحشی است، جنایت کرد؟ خب برید. بروید. خب دوست عزیز، پاسپورت آلمانی تا ببر در حکومت آلمان تحویل کن. جانم گوش کن برادر عزیز، سر صدا کردن، قال مخال کردن، حرف مفت زدن آسان است. اگر غیرت داری، شهامت داری، جرأت داری، پاسپورت ببر در حکومت آلمان تحویل بده که پاسپورت افغانیت با پاسپورت افغانیت برو در افغانستان بجنگ. تشکر از شما. جناب استاد چیزی گفتنی دارید؟ نه استاد، من نمیخوام چیزی را بگم، اما قرض ماست که ما مردمایی هستیم که باید بسازیم. بله. ما کسایی هستیم که توقع داریم که ملت با هم یک جا شود. بله. افغانستان خانه مشترک همگی است. 40 سال جنگیدیم، کفایت نمی کند. کفایت میکنم. بیاین که تحمل بکنیم یک دیگر را و به ساختار مادی و معنوی کشور خود بپردازیم. این جنگ نتیجه نمیده. اگر نتیجه میداد کاملا، و من یقین دارم که نمیده. اصلا بعضی اوقات یعنی مردم صحبتایشان از نمیدونم از حقد است، از کینه است، از چی است. این برادر ما که امروز مثلا میگه طالبای جنایتکار، روزی که طیاره بی 52 روستاهای افغانستان قریار کامل به بانه‌ای که طالب است در اونجا در جشن عروسی مثلا 350 نفر یک جا در بادغیس قتل عام کردن، این آقا کجا بود؟ و امروز در آلمان نشسته با پاسپورت آلمانی، چرا مردم قیام نمیکنن؟ خود تو برو قیام کن. از کلاب هاوس کسی هست از دوستان؟ استاد عزیز، یک سوالی مطرح شده در مورد مورگیج، همون قانونی در انگلستان و در بعض کشورها است. درست. که مسئله حتما در جریان است. چه موضوعی است؟ بله. مورگیج. اگر از برنامه بپرسین خیلی خوشحال میشم. بارک الله فیک. کمی اگر توضیح بدین در موردش برادر عزیز. مورگیجی است که مثلا کسی میره خانه بخره، از دولت خانه میخره، برش ارزان‌تر تمام میشه. اون خانه‌ای که برش دولت بوده، اگر بخوای همون خانه را دوباره به خود بخره، برش ارزان تمام میشه. ولی یک مقدار فکر میکنم سود میاده او. و در این رابطه بعضی علمای ازهر فتوا دادن، گفتن که فقط بر کسی که بر خود میخره برش اجازه است. خواستم که ازشون بشم. بارک الله. درست. استاد، من یک روز بر شما عرض کردم، گفتم از امام مالک رحمت الله علیه کسی 30 سوال کرد، در 27ش گفت نمیفهم. درست. معنای از این نه که امام مالک نمیفهمید. ما امام مالک به خاطر اون نمیفهمه که میگه شرایط تو نفر سائل رو من نمیفهمم. درست. از تو شناخت کامل ندارم، زمینی که تو در اونجا زندگی میکنی امور نمیفهمم، بنان من با تو چیزی گفته نمیتونم، بخشت میگذارم. درست. در رابطه به این قضیه هم استاد صحیح نیست که من از اینجا او کسی که در اونجا هست فتوا بدم. مجمع فقه اسلامی هست. شما مراجعه بکنین با مجمع فقه اسلامی که در همون شهر هست، در همون کشور هست. بله. چیزی که اونا گفت با شناختی که از شما داره، هر فتوایی که به شما داد انشالله درست است. بله. بیننده سوال کرده بودن در مورد مولانا ابو عبیدالله متوکل رحمه الله. شیخ متوکل از جمله دوستای نزدیک ما بود. خداوند متعال مغفرتش بکنه و روزگار سختی که او با او روبرو شد، الله متعال رفعت شأن و مقام بلند رو نصیبش بکنه. امید بسیار زیادی داشت که با تغییر حکومت و نظام
بتانه خدمات ارزنده ای را تقدیم بکنه. درست. و در مدتی که در زندان بود شیوه دعوتیش را کاملا عوض کرده بود، به معنی یک انسان عموم متوکل صاحبی که بسیار زیاد احساساتی میشد. عموم متوکل بعد از رهاییش در مجلس بسیار زیبا با حوصله میخواست که خدمات عرضه بکنه، بشنوه، تحلیل کنه. بسیار زیاد امید داشت، ولی متاسفانه انسان‌های ظالم و ستمگر، انسان‌های جاهل، انسان‌هایی که واقعاً همو دستای کثیفشان را با خون پاکشان آلوده ساختن، کار کردن، جنایت کردن که ملت او را نمیبخشد و یقینا که باید یتخذ منکم شهدا و مقام بلند را او گرفت. ولی واضح هست که لکه بدنامگی و داغ سیاه را دشمنا به جمین خود زدن. الله اونا را ببخشه، شهادتشان الله قبول بکنه و خطا و لغزشی که داشته باشه الله فرج مغفرت بکنه. درست. تشکر از شما. اگر دوستی در انتظار نباشه، چون وقت ما به پایان رسیده، دوستان عزیز در کلوب هاوس، صدای مرا دارین؟ تشکر از شما برادر عزیز و همه دوستان عزیزی که در کلاب هاوس با ما همراه بودن و بینندگان عزیزی که طریق فیسبوک و یوتیوب ما را مشاهده کردن. در خدمت جناب حضرت مولانا عبدالسلام عابد بودیم با برنامه نسیم رحمت و موضوع برنامه بود قرآن و تاریخ. جناب استاد اگر تشکر میکنم. فقط ما یک چیز از تمام دوستا و عزیزا میخوایم که هدف ما بیان ما حقایق دین است. لطفاً به این قضایایی که تو میفهمی من میفهمم، از هدفی که ما میخوایم بر شما اجزابتون بدون در نظر داشته که کی است و این پیام هایی که کتاب الله میدهد به اون متوجه شوید. این جنگ ها و این سیاست ها هیچ وقت نمیتونه ما را به طرف خیر ببرد و نمیتونه که اما هدف یک زندگی با عزتی که باید داشته باشیم به او برسیم. من خواهشم عزیزه که همه تان را دوست دارم، والله احبکم فی الله، به خاطر خدا همه تان را دوست دارم. کسی که مؤید گفتار ما باشه و تعبیر ما باشه و کسی که مخالف ما بوده باشه، فقط چیزی که ما میخوایم، ما مسلمان هستیم و من حیث مسلمان با ادب باید باشیم و تعبیر را ادبی باید بکنیم. این خواسته دین ماست. بسیار چیزا را شاید در می گفتاری که من داشتم در این قصه شاید دوستان مخالف باشن و نظریات ناقدانه داشته باشن، با سر چشم او را میپذیریم، ولی گفتار دوستانه باید باشه. ما یک افغان هستیم، سر یک میز میشینیم، با یک مجلس صحبت خواد کردیم، باز نشود خدا نخواسته یک وقت برسه که باز در وجدان کسی ملامت شود بگه که کاش که این رقم نمیکردم. و زیبا خواد بود که همیشه ناصح باشیم و خیرخواه یک دیگر بوده باشیم. اگر ما چیزی در بعضی موارد نمیگم، حتما در او خیر را جستجو کردیم و فکر کردیم. این به معنای ترس ما از کسی نیست و شما شاید زیادی از دوستا ما را بشناسه که ما این چیزای کوچکی که یک تعداد فکر میکنید تو نیست، بلکه والله جز از الله از کسی دیگری نمیترسیم. ما میدانیم که مرگ، چون قضیه انتقام شخصی نیست، مصلحت یک ملت مطرح است. من میخوام که رول را بازی بکنیم که ملت با هم یکی بوده باشه. نخواهید که مرا در جمله قطار کسی قرار بدین که باز امی فرصت را هم نداشته باشم. و جزاکم الله خیر. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. تشکر از تک تک شما بینندگان عزیز گرامی. همونطور که جناب مولانا فرمودن، قضیه عقده شخصی نیست، مشکل شخصی نیست که متاسفانه در 40 سال اخیر خیلی از جنگ ها، درگیری ها و بدبختی های ملت ما به خاطر این بوده که دو شخص در مقابل هم دیگه قرار گرفتن، مشکل شخصی با هم دیگر داشتن و یک ملتی را تباه کردن، کشوری را تباه کردن، شهرها را به خاک و خون کشیدن. شاید بعضی از انسانها به اندازه فداکار باشند، به اندازه ایثارگر باشند که مصلحت خودشان را، حقد و کینه‌ای که نسبت به اونها دیگران دارن، همه اینا را قربانی بکنن به خاطر مصلحت بزرگتر، به خاطر مصلحت یک ملت، به خاطر مصلحت یک امت، به خاطر آینده نسل هایی که سالها ما و شما در کشورهای بیگانه، تو برادر عزیزی که من یقین دارم یک سری شاید گرایش های سیاسی تو سبب شده که ایتور پرسان بکنی یا ایتو صحبت بکنی، اینا رو بگذاریم کنار.
بیایم برای نسل های بعدی فکر بکنیم. نسل ما، شما، پدران ما در این مهاجرت، در این بدبختی، در هر کشور سختی‌ها را دیدیم، مشکلات را دیدیم. بیایم نسل های بعدی حداقل در امنیت، در آرامش زندگی بکنن. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر.